سلام دوستان عزیز و بیننده های محترم، امید که جور و صحت سلامت باشید. باز هم خوش آمدید به یکی از خبر بزرگ کشور ترکیه که واقعا خوشحال کننده هست. شما بیننده چینل یوتیوب مشعل تکنولوژی هستین، پس لطف نموده تا آخرین ویدیو ما را همراهی بکنین که این خبر بزرگ را به تمام شما و از طریق شما به تمام اعضای فامیلی که شما در ترکیه دارین، دوستانتان هستند و فامیل های شما هستند، پس میتونید که شما ویدیو ما را به آنها نشر بکنین تا اینکه از خبر بزرگ کشور ترکیه که واقعا خوشحال کننده هست، تمام افغان های عزیز ما که در کشور ترکیه به غیر قانونی زندگی به سر میبرند و میتونن که بعد از این از طریق اداره مهاجرت ثبت نام نموده و یک زندگی پر از آرامش و خوشحال کننده در کشور ترکیه داشته باشند. دوستان عزیز، قبل از این که من ویدیو را آغاز بکنم، از شما خواهش دارم کسانی که تا هنوز چینل ما را سابسکرایب نکرده، پس لطف نموده چینل ما را سابسکرایب بکنید. در آینده ها برنامه های خیلی زیادی داریم درباره کشور ترکیه. فعلا هم ثبت نام یکی از دانشگاه های ترکیه را داریم که شما را هم شارلیست میسازیم انشالله. 100% شارلیست است و کسانی که میخواهند ما شماره واتساپ و لینک واتساپ گروپم را در دیسکریپشن ویدیو با لینک همین سایت در دیسکریپشن ویدیو براتون میگذارم. پس شما میتونید که معلومات شما را ما جمع آوری میکنیم و همچنین شما را ثبت نام میکنیم. در ظرف یک الا یک نیم هفته با شما اینترویو یا امتحان میکنیم. خب دوستان عزیز، میایم و درباره کشور روسیه هم ویزای سیاحتی روسیه را فول پکیج داریم. دوستان عزیز، کسانی که میخوان روسیه بروند انشالله ما در خدمتشان هستیم و همچنان از کشور برزیل ثبت نام تحصیلی دولتی داریم، البته بورسیه تحصیلی هستند، و از کشور مکزیک هم که نزدیک امریکا هست هم با شما یک بورسیه تحصیلی داریم و کسانی که میخواهند ثبت نام بکنن پس ما در خدمت شما هستیم. البته برنامه های خیلی زیادی داریم و ویزاهای بشردوستانه، ویزاهای کاری. پس لطفا ویدیو ما را لایک بکنین و همچنان چینل ما را سابسکرایب بکنین و همین ویدیو را با دوستانتان و اقاربتان که در ترکیه هستند و فامیل های شما در ترکیه هستند با خبر بکنین و همچنان خبر شوند بروند از طریق اداره مهاجرت استان در کشور ترکیه اقدام به ثبت نام بکنن. خب دوستان عزیز، لایک ویدیو از یادتان نرود و تا آخر ویدیو این ویدیو را سایل بکنین و ما را همراهی بکنین. خیلی مهم ویدیو هست که به شما تهیه کردم. دوستان عزیز، در اینجا گفته که در این زمینه اگر اخیراً وارد کشور ترکیه شدید و تا به حال توسط اداره مهاجرت ثبت نام نکردید، پس چی کار بکنید؟ دوستان عزیز، شما یعنی امروز، فردا یا 1 سال یا 10 سال یا 5 سال پیش که در کشور ترکیه زندگی میکنید بخشین و تا هنوز شما از طریق اداره مهاجرت ثبت نام نکردین و شما میخواین که اقدام به ثبت نام بکنین و همچنان اقامت دائمی کشور ترکیه را به دست بیاورین، پس چی کارها را انجام بدین؟ گفته لطفاً و محض ورود به ترکیه به اداره مدیریت مهاجرت استان مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام بکنید. شما حتما به اداره مهاجرت رفته و ثبت نام بکنید تا اینکه بعد از چند مدت شما اقامت کشور ترکیه را به دست بگیرید. گفته برای ثبت نام در اداره مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف اداره مدیریت مهاجرت استان نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از طرف سازمان ملل یا یونیسیار در انکارا نمی باشد. شما هیچ ضرورت به داشتن اسناد معرفی نامه از طرف سازمان ملل. قبلا دوستان عزیز، سازمان ملل شما را معرفی میکردن به دولت ترکیه و دولت ترکیه با شما همکاری میکردن و شما را
ویزا یا اقامت میدادن. خب حالا این گپا هم لغو شده، پس شما میتونید که با راحتی از طرف اداره مهاجرت ثبت نام بکنید و اقامه ترکیه را به دست بیارید. کافی است برای ثبت نام به نزدیکترین دفتر اداره مهاجرت، مدیریت مهاجرت استان و یا استانهای دیگری که مد نظر دارید مراجعه فرمایید. دوستان عزیز، در 81 ولایت کشور ترکیه دفتر اداره مدیریت مهاجرت استان موجود می باشد. شما رفته و ثبت نام بکنید. دوستان عزیز، گفته پس از طی تمام مراحل ثبت نام در اداره مدیریت مهاجرت استان، اقامت شما در ترکیه قانونی تلقا خواهد شد. یعنی شما بعد از اینکه شما به اداره مدیریت مهاجرت استان رفتین، شما بعد از اینکه در ترکیه بعد از ثبت نام شما قانونی و اقامت ترکیه را خواهد گرفت. برای شما یک کارت شناسایی با شماره شناسایی اتباع خارجی صادر خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، به زبان خود ترکی در قسمت های بالا از فارسی، ترکش، عربیک، انگلیش با 4 زبان نوشته کرده که هر افغانهای عزیز ما، کسانی که از ایران هستند میروند و از کسانی که از کشور پاکستان هستند و غیره کشورهایی که سوریه هستند میروند، بعد از این میتوانند اقامت دائمی کشور ترکیه را اخذ نمایند. خب صادر خواهد شد که به موجب آن قادر خواهید بود از حقوق و خدمات وضع شده بر اساس قوانین ترکیه برخوردار شوید. دوستان عزیز، مثل که یک شخص در کشور آلمان و یا کشور فرانسه، جرمنی و همچنان نروژ، همه کشورهای اروپایی یا همه کشورهای امریکایی که می روند، اینها برخوردار قانونی می شوند. اینها می توانند که مثل یک شهروند ترکیه، شما هم مثل یک شهروند ترکیه شما زندگی آرام و آسوده داشته باشین و شما هر آن حقوقی که شهروند ترکیه دارند شما هم دارین. شما می توانید تقاضای خود را برای دریافت حمایت بین المللی را در هر یک از 81 استان ترکیه، گفتم که در 81 ولایت استان گفته دوستان عزیز ولایت را میگوید، به عمل آورید، در حالی که اقامت دائم در بعضی از شهرها مجاز نخواهد بود. خب کدام ولایت ها مجاز هستند در آخر ویدیو با شما میگویم و کدام ولایت ها مجاز نیستند. اگر درخواست خود را در یکی از استانهای غیر مجاز ارائه دهید، پرونده شما با یکی از استانهایی که در آن می توانید به مدت طولانی اقامت نمایید ارجاع داده خواهد شد. دوستان عزیز، شما کوشش بکنید در 81 ولایتی که کشور ترکیه اقامت دائمی از شهرهایی که مجاز هستند شما با اداره مدیریت مهاجرت استان رفته ثبت نام نمایید و ولایت هایی که مجاز نیستند شما در اینجا ثبت نام نکنید. استان های مجاز در نقشه زیر به رنگ سبز نشان داده شدند. خب دوستان عزیز، ما باقی مانده متن هم میخوانم، بعد شما میتونید که در قسمت پایین عکس رو ببینید. اداره مهاجرت شهرستان نیازهای حمایتی و موارد آسیب پذیری را بررسی خواهد کرد و اگر دارای نیازمندی های ویژه‌ای باشید، لطفاً مامور اداره مهاجرت که با شما مصاحبه به عمل می آورد را مطلع فرمایید تا بر اساس این ارزیابی به پرونده شما اولویت داده شود. شما دوستان عزیز، اگر مشکلاتتان زیاد است، آسیب پذیری زیاد دیدید، پس میدانید که مامور اداره مهاجرت با شما صحبت میکند. شما برایشان یادآور شوید و بگویید که من خیلی پرونده زیادی دارم درباره مثلا اینکه شما در افغانستان زندگیتون در خطر بوده و همچنان در کشور ایران زندگیتون خیلی خوب پیش نرفته تا اینکه رفتین شما به کشور ترکیه و غیره مسائل دیگری که شما دارین، نظر به یعنی یک کیس شما بسازین که با شما مصاحبه می شود و شما حتما اقامت کشور ترکیه را به دست بیاورید. یعنی شما نگوین که در یک جا
از شما مصاحبه میگیرند، شما یک قسم گپ بزنین، صبا اگر شما را دوباره با مصاحبه و اینترویو دعوت بکنن، شما یعنی دو گپ و دو سخن نگوین. دوستان عزیز، اگر شما چیزی که یاد دارید واقعیت بگید، با یک سخن و با یک الفاظ شما مصاحبه خود را خلاص بکنید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های همیار در ترکیه همچون گذشته به ارائه خدمات حمایتی از جمله مشاور و متقاضیان حمایت بین‌المللی و پناهندگان ادامه خواهد داد. دوستان عزیز، در این عرصه و قبل هم از سازمان ملل متحد و سازمان‌های همیار و همچنان و غیره سازمان‌های حمایتی بین‌المللی و پناهندگان کیس‌های افغان‌ها را در کشور ترکیه پیش بردند و حالا هم دوباره شروع شده. پس لطفاً شما حتما این ویدیو را با تمام دوستانتان شریک بکنین، با اقارب فامیل هایتان شریک بکنین تا اینکه اقامت دائمی کشور ترکیه را اخذ نمایند. چنانچه نیازمند خدمات حمایتی و یا مشاوره دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های همیار آن را مراجعه کنید. شما دوستان عزیز میتونید فعلا هم به این سازمان‌هایی که در بالا ذکر شده خود را معرفی بکنید و اقامت دائمی کشور ترکیه را به دست بیارید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان حمایت بین‌المللی در تماس بوده و پس از کسب رضایت از فرد متقاضی به اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد به اداره مهاجرت استان دسترسی خواهد داشت. دوستان عزیز، شما را گفته کمیساری که پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنان متقاضیان حمایت بین‌المللی با شما تماس میگیرند یا با شما تماس بوده قبلا هم، تا اینکه رضایت شما را کسب نمایند و اطلاعات شما را به اداره مهاجرت استان بررسی بکنند و همچنان شما را به اداره مهاجرت استان معرفی میکنند. خب دوستان عزیز، استان‌هایی که می توانید در ترکیه اقامت کنید به رنگ سبز نشان دادند. دوستان عزیز، ولایت هایی که در کشور ترکیه 81 ولایت هست تقریبا به رنگ سبز که میبینید، به رنگ یک کمی کشی هست یا نیستند یا غیر مجاز هستند و به رنگ سبز که میبینید اینها کشورهایی هستند که مجاز هستند. کشور ترکیه دوستان عزیز خیلی کشور معتبر جهان می باشد. ببینید که من تمام عکس‌ها را با شما جمع آوری کردم. خیلی کشور پر از آرامش و پر از قشنگترین کشور دنیا می باشد. به نظر من کشور ترکیه یک کشوری هستند که انکشاف قبلا هم کرده و حالا هم رو به انکشاف هستند. یعنی بزرگترین در دنیا میدان هوایی که در کشور ترکیه در شهر استانبول جور شده، یگانه کشوری هستند که بزرگترین میدان هوایی دارند و غیره چیزهای خیلی زیادی دارند. ببینید نقشه و مردمش را و شما این را به خاطر از جمع آوری کردم که شما باید کشور ترکیه را ببینید و همچنان شما به کشور ترکیه سفر بکنید. خب دوستان عزیز، ما با شما هم بورسیه تحصیلی داریم در کشور ترکیه و همچنان این ویدیو را با تمام دوستانتان شریک بکنین، چون که دوستانتان از این ویدیو بهره مند شوند و اقامت دائمی کشور ترکیه را به دست بیارند. خب دوستان عزیز، در اینجا چندین ولایتی هستند که انکره هست، استانبول هست و همچنان ازمیر هست و قارس هست و در قسمت بعدی اغدیر و ولایت های خیلی زیادی هستند که ما تمام این ولایت در این قسمت موجود معلوم نمی شود و ما نام هاش خیلی زیادی دارم. از همین خاطر انطالیا هست، کشور ولایت های خیلی مشهور ترکیه هست که خیلی جاهای مناسب دارن برای زندگی. در اینجا گفته که در صورت مواجه به هر مشکل و یا نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با ثبت نام خود نزد مقامات ترکیه می توانید با اداره مهاجرت مرکزی و کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل از طریق خطوط زیر
تماس حاصل فرمایید. خب دوستان عزیز، شما می‌دانید که به همین شماره زنگ بزنید. خط تماس اداره مهاجرت مرکزی برای اتباع خارجی می باشد 157 و همچنین خط مشاوره کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. شما با همین شماره تماس میگیرید. گفته که سوالاتی که به طور متداول پرسش می شود من مصاحبه تعیین، شما این را باید خودتان مطالعه بکنید چون که ویدیو خیلی طولانی می شود. و دوستان عزیز، چطور خود را ثبت نام بکنیم؟ از طریق سازمان ملل متحد و از طریق اداره مدیریت مهاجرت استان کشور ترکیه. پس لطفاً منتظر ویدیو بعدی ما باشین. ان شاء الله با شما طریقه ثبت نام و یا راهنمایی ثبت نام را حتما با شما ارائه خواهیم کرد. دوستان عزیز، اگر ویدیو ما خوشتان آمده باشد پس ویدیو ما را با دوستانتان و اقاربتان که در کشور ترکیه هستند با خبر شوند، چون که ما میخواهیم افغانهای عزیز ما که در هر کشور و در هر سرزمینی زمین هستند باید خبر شوند. فعلا خود دنیا تکنولوژی هست که بسیار زود خبر میشوند و البته شما هم خبر بکنین و کسانی که میخواهند به کشور ترکیه سفر داشته باشند، مسافرت بکنند، میتوانند که از طریق قاچاقبری خیلی سخت هستند و شما میدونید که از طریق برچه های تحصیلی لینک واتساپ گروپم را در دسکریپشن ویدیو براتون میگذارم. با جمع همین لینک شما کلیک بکنید، خودتان مستقیما بیاید مطالعه بکنید و دل شما هم جمع شد و راحت شود. تشکر. شما را به الله یکتا میسپارم. اگر هر سوالی که داشتین ان شاء الله بنده در خدمت شما هست. شما را به الله یکتا میسپارم. وقتان خوش. الله نگهدارتان.